سلام بچه‌ها، ما رفتیم تو از تیم پارک های معروف دبی IMG بورز و دبی پارکس اند ریزورتس و میخواستم بهتون نشون بدم توی این دوتا تیم پارک چی در انتظارتونه. پس با من همراه باشید. IMG بورز شامل 6 بخش مختلف میشه: مارول، کارتون نتورک، لاست ولی، IMG بولوارد، The Haunted Hotel، The Kids Zone. راید اسپایدرمن که توی بخش مارول هست خیلی باحال و هیجان انگیز بود. با اینکه صفش طولانی بود ولی به نظرم حتما سوار شی. اینجا پر از اتاقهای واقعیت مجازی و رایدها و بازی‌های باحال دارن. اینم از دایناسورهای بخش لاست ولی. Do not excite him. He may not see you. Whoa! What is that? کلاً اینجا خیلی فضای باحالی داره. مخصوصا برای طرفدارای مارول میتونه جالب باشه. دبی پارکس اند ریزورتس هم یه فضای خیلی بزرگه، شامل 3 بخش مختلفه: موشن گیت، رئال مادرید ورلد که قبلا بالیوود پارکس بوده و لگولند. فضای اینجا هم خیلی خوشگل و باحاله. اینجا پر از ترن هوایی و وسایل بازی مختلف و پر از اتاقهای واقعیت مجازیه. این راید هم مربوط به هتل ترانسیلوانیا است که یه تیکش رو براتون میذارم. در کل اگه به این دوتا تیم پارک بری خیلی بهتون خوش میگذره. پس این تجربه باحال رو از دست ندین. اگه این تیپ ویدیوها رو دوست دارین، ویدیوی ولاگ دبی و ویدیوی سافاری دبی رو از دست ندین.